Hi guys, welcome. بچه با درس دوم کتاب Basic Grammar in Use هستیم در خدمتتون. اگه یادتون باشه توی درس قبلی ما فعلای کمکی am is are رو یاد گرفتیم که باشون جمله بسازیم. مثلا I'm tired but I'm not hungry، جمله اول. یاد گرفتیم چجوری منفی کنیم همه اینها رو. Alex is scared of dogs، یا مثلا Your keys are on the table. خب بعد اینکه تمرینات این درس رو حل کردین میرسیم به پارت دو، یونیت دو، چجوری با اینها سوال بپرسیم. خب من برای پارت A یه پاورپوینت ریزی درست کردم، بریم با هم بررسی کنیم. خب نحوه سوالی کردن جملات با am is are. خب سه تا جمله داریم ما اینجا. He is smart, you are sick, we are rich. خب اولی که میشه این پسر باهوشه، دومی تو بیمار هستی، سومی هم ما پول داریم. خب حالا میخوایم اینها رو سوالی کنیم. چطور؟ جای فعل کمکی و فاعل عوض میشه. فعل کمکی کی بود؟ is are. خب فاعل you he we. خب بریم عوض کنیم جاهاشونو و میشه is he smart، اون باهوشه. جمله بعدی are you sick، تو بیماری. are we rich، ما پول داریم. خب بچه اگه توی لحن خوندن منم دقت کرده باشی یه چیزی داشتش به اسم intonation. ما falling intonation داریم و rising intonation. برای جملات خبری مثل همین he is smart, you are sick, we are rich ما باید یه intonation falling داشته باشیم، یعنی صدامون رو به پایین باشه. he is smart, you are sick, we are rich. خب حالا بذارین اونها رو بخونم بعدش متوجه میشین رایزینگ رو. is he smart, are you sick, are we rich. بعد صدا یک کمکی سو داشته باشه به سمت بالا، یک کوچولو صدا رو باید بالا ببریم. خب پس همونطور که گفتیم یه مروری داشته باشیم. جای فعل کمکی و فاعل عوض میشه. he و is، you و are، we و are عوض میشه جاشون. is he smart, are you sick, are we rich. جاشون رو باید عوض کنیم. خب بریم دوباره سراغ کتاب، مثاله خودش رو بخونیم. am I late، من دیر کردم. no you're on time. خب همینطور که دیدین am I late رو چون سوالی هستش یک کمکی باید صدامون سمت بالا سوق داشته باشه. is your mother home، no she's out. are your parents home، no they're out. خب جمله دوم معنی کنیم. is your mother home، مادرت تو خونه، مادرت تو خونه هستش. no she's not، نه اون نیستش. are your parents home، پدر و مادرت والدینت خونه هستن، نه اونا بیرونن. is it cold in your room، تو اتاقت سرده. yes a little bit، آره یک کمکی. your shoes are nice، are they new، کفشات قشنگن، جدیدن اونها. یه سمت بالا باید باشه صدام برای سوالی ها. این خیلی مهمه که من انقدر دارم تمرکز میکنم روش. خب بریم پارت B. میخوایم از where، what، who، how و why استفاده کنیم. فعل های WH question. where اولی هستش که معنیش میشه کجا، برای مکان استفاده میکنیم. what چی، معنیش دقیقا همین میشه. who چه کسی، how چطور و why هم چرا. بریم سوالاتشو بخونیم. where is your mother، where is your mother، is he home، مادرت کجاست، اون خونه است. خب بچه
اگه تو این جملات رو ببینید وقتی میخوایم سوال رو شروع کنیم بعد این فعلمون where, what, who حتما تو اول جمله باشه. Where is your mother؟ بریم مثال بعدی. Where are you from؟ Canada. تو اهل کجایی؟ کانادا. What color is your car؟ It's red. ماشین چه رنگیه؟ Color چه رنگیه؟ Car ماشین. It's red. How old is Joey؟ He's 24. How old؟ اینجا که میادش یعنی جویی چند سالشه. He's 24. How are your parents؟ They're fine. حال والدینت چطوره؟ اونا خوبن. These shoes are nice. How much are they؟ shoes که همون کفش میشد. این کفشا قشنگن. How much are they؟ How much are they؟ یعنی قیمتشون چقدره. این جمله یه که میتونید توی دفترچتون بنویسین حتما. خیلی کمک میکنه. This hotel isn't very good. Why is it so expensive؟ این هتل خیلی خوب نیست. Why is it so expensive؟ چرا انقدر گرونه؟ پس دیدیم بچه وقتی میخوایم سوال بپرسیم باید WH رو اول بیاریم. How, what, where is باید حتما اول باشن. حالا بریم سراغ شورتکاتاشون. اگه مثلا کسی گفت What's your phone number؟ هم what is دقیقا همون شورت فرمشه. مثل he is not، he isn't، or we can say he's not. okay؟ خب برای what's، who's، how's، where's هم داریم. What's your phone number؟ What's your phone number؟ این دوتا رو میچسبونیم به هم. Where's Emily؟ Where's Emily؟ Who's that man؟ اون مرد کیه؟ How's your father؟ How's your father؟ اینا هم شروع کردن آواز خوندن. خب بریم سراغ شورت انسر ها و لانگ انسر ها. جواب کوتاه و جواب بلندتر complete answers. خب مثال پایین رو بخونیم. Are you tired؟ Yes I am. خب Yes I am آره من خستم. تو خسته ای؟ آیا تو خسته ای؟ جواب کوتاه آره من خستم. تمام done. Are you hungry؟ No I'm not but I'm thirsty. این جواب بلندترشه. No I'm not. آیا تو گشنته؟ گرسنه ای؟ نه گرسنه نیستم ولی تشنمه. Is your friend Japanese؟ Yes he is. آیا دوستت اهل ژاپنه؟ آره هستش اهل ژاپنه. Are these your keys؟ Yes they are. آیا این کلید توه؟ آره کلید منه. یه شورت انسر کوچیک و done. That's my seat. No it isn't. و done. بچه تمرین ها رو من میذارم برای خودتون چون هیچ لطفی توی این درس ها نمونه اگر تمرینش رو حل نکنید. به شدت این کتاب عالی و خوب و مفیده. هر سه سری گرامرینگ یوز واقعا عالیه. به زودی اینترمدییتش رو هم استارت خواهیم زد و پای میبریم جلو و وقتی اون دوتا تموم بشه میریم سراغ ادوانسش و سری های ورد سکیلز. خیلی لطف میکنین اگر ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین و توی چنل سابسکرایب کنین. فعلا